خب ببین بعضی از خونه ها هستن لوله هاشون لوله های قدیمیه. اگه فشار که بهتون نشون دادم از یه حدی بره بالاتر، اون لوله ها میترکه و متاسفانه یه لوله کشی کامل باید یا رو کار بشه و یا تعویض بشه. توی این شرکت مهر صنعت شما میتونید تنظیم کنید. ببین زمانی که من شیر رو باز میکنم فشار سریع افت میکنه و سریع پمپ جبران میکنه این فشار رو تا بیاد اون فشاری که ما تنظیم کردیم. اگر این فشار نیاز باشه که بالاتر یا کمتر بشه، پمپ قابلیت تنظیم داره، میتونید خیلی راحت تنظیم کنید فشار رو. چطوری؟ دکمه بالا فشار رو میبره بالا. حالا بیا اینجا روی گیج نگاه کن. گیج داره الان میره روی 3 بار و من اگه تو ساختمانم 3 بار فشار نیاز داشته باشم استاپش میکنم، این دیگه رو حالت 3 بار دیگه فیکس میشه و میاد رو حالت 3 بار. اگر فشار کمتری نیاز داشته باشی، یعنی من الان شیرهای دیگرم که باز میکنم رو همین فشار هستش، فشار هیچ افتی نداره. شما طبقه 5 باشی، طبقه 2 باشی یا طبقه اول باشی، به محضی هم که خاموش میکنید پمپ از مدار خارج میشه و روی 3 بار وای میشه. تو این سیستم دیگه خبری از منبع و ست کنترل و نمیدونم 5 راهی و اینا نیست. یه کلکتور میتونید داشته باشید با یه سنسور فشار که همه این کارا رو براتون انجام میده.